نیک کردی نیک میبینی، بد کردی به بد گرفتار میشوی. بزرگ میفرماید که انسان به قدرت و نیرو و زوراوری احتیاج دارد و توجه می نماید و آن را منتظم مشق هم می کند، ولی کسی مشق خیرات نداشت در هیچ دور و زمان. چرا؟ در این موضع آوازدار در راغون بنیادی و کشورساز و ملتزا اصلا هیچ کس حقوقی سخنی پس گفتن، کسی را سنگ ملامت زدن یا از زیر ناخون شیر کافتن ندارد. ولی راغون در برابر آنکه روشنایی القا میکند، از اینجا در آینده برق میریزد و تمام سیاهی و تاریکی را میسوزاند، نصب میکند، باز رسالت کشافی را نیز دارد که گناه ها را میکشاید، فاش میکند و به آینده ها هشدار میدهد یگان عمل به ارج نمیماند. نیک کردی نیک میبینی، بد کردی به بد گرفتار میشوی. و همین را به اینابت گرفته در این سرلوحه‌ای که من این لحظه پیشنهاد کردم، با مسئولیت عالی ایمانداری، چون یک موسفید روزگار دیده در دامن 70 که 61 سال این عمل رو دنبال کتاب گذرانیدم، ابراز می‌دارم که تمام سیاهی و بدبختی امروز به سر مردم عالم آمده سرچشمه از کتاب دارد. از آن جمله رهگم زدن تاجیک پسرانی در مهاجرت سیاهی مهنتی را نیز سبب محض کتاب است. من کیستم خدا؟ عمرم به 40 رسید، عمرم ز 40 گذشت. ای وای عمر وای، کو راهی بازگشت؟ از عهد نوخطی چیز ز من نماند، در راه زندگی بیز ز من نماند. جز چشم خط دیگر مکتب نداد هیچ، در دل هر آنچه بود مطلب نداد هیچ. از رسم و سنتم مکتب نداد یاد، دین و ایمان کجا دورم ز اعتقاد. یادم به جای علم دادن عشق زن، در جای پند فن دادن بهره‌مند. هرچند نام من افکار روشن است، تاریک و مبهم است افکارم از الست. عاجز دو دیده ام هست از ضیای خود، نشناسم ای دریغ خط نیای خود. من کور این خطم همچو ز کوردو، با کور خط کجا یا بی یمین وجود. نه روح سالم است نه جان و دل قوی، بوی نبرده ام از باغ مولوی. هرچند عاشق اشعار حافظم، در فهم معنیهاش ای وای عاجزم. دورم ز اهل خویش، دورم ز نسل خویش، دیگر به دهر نیست زین جهل جهل بیش. گوشم پر از صدا
چشمم پر از هوا، سر پر ضیا و پر. من کیستم خدا؟ عمرم به 40 رسید، عمرم ز 40 گذشت. ای وای عمر وای، کو راه بازگشت؟